دوستان، من علی جمشیدی هستم و این اولین ویدیوی انگیزشی من توی یوتیوب. دوستان میخوام در مورد طناب زنی صحبت کنم، یک رشته و یک ورزشی که خیلی هزینه کمی داره ولی بسیار پرسود و پرمنفعته. دوستان، این ورزش استخوان شما رو استحکام میده، عضلاتتون رو استحکام میده، نفستون رو چاق میکنه، قلب و عروقتون رو تقویت میکنه، به بدنتون شکل میده و از کرختی درتون میاره. مخصوصا بچهای گیمر که پشت سیستم همیشه هستن، میتونید از طناب زدن استفاده کنید. طناب بزنید توی خونه، توی حیاط، توی این هوا، کیفشو کنید. یه هزینه ای نداره، فقط یه طناب میخواد که نهایتا 150 200 هزار تومان نهایتا پولش باشه و یه پشت کار محکم. خب دوستان، اینا رو که بهتون گفتم، معایبش اینه که فقط خیلی به خودتون فشار نیارید. کسایی که توی مفصلشون درد دارن، این تمرینا رو خیلی با فشار انجام ندن، یا حداقل درد رو اول برطرف کنن و بعد بیان توی این رشته فعالیت کنن. در مورد کاهش وزنم بهتون بگم، با طناب میشه وزن رو کاهش داد. البته بستگی باز به تغذیه‌تون داره. غذایی که میخورید اگه حجمش بالا باشه، تمرینتون هم بالا باشه، ولی حجم غذاتون خیلی بالا باشه، فایده ای نداره. باید حتما رژیم غذایی، رژیمو که اسمشو میاری همه فرار میکنن، ولی رژیم غذاییتون رو باید رعایت کنید. اندازه طناب باید چقدر باشه؟ اندازه طناب، شما ببینید طنابو که باز کنی و پاتو بذاری روش، نوک پاتو بکشی تا اینجا، بیشتر نمیخواد، همینقدر باشه کافیه. و نحوه گرفتن طناب هم تقریبا این شکلیه. ببینید دوستان، همینجا باید باشه و این حرکتتون ببینید ای بابا، حالا ببینید دستتون باید ثابت باشه تقریبا. خب پس چی؟ این حالت اینجوری که بگیرید دیگه نمیخواد دستو باز کنید. این دستو که باز کنید این باید بیاد پایین تا برسه به اینجا. حله؟ این اندازه طناب. جنس طناب چی باشه؟ جنس طناب به نظر من برای شروع کردن، برای به قول تازه کارا، طناب مهره‌ای، چون هم ضربه میزنه رو زمین، تق تق صدا میده، شما میدونی کی بپری، و اینکه اون ضربه و اون شلاقی که میزنه خیلی دردش کمتره، چون اینا هست. شما ببینید اگه خوب طناب نتونی بزنی و دقت نداشته باشی، میزنی به خودت هم آسیب میزنی و کبودی داره. ولی خب این طناب تقریبا عادیه، شما باید تمرین کنید تا یاد بگیرید. دوستان، فعلا برای این ویدیو کافیه. امیدوارم که به این رشته علاقه‌مند شده باشید. منتظر ویدیوهای بعدی منم باشید. قراره که بهتون کم کم با همدیگه یاد بگیریم که چطوری طناب بزنیم، چجوری بدن خودمون رو بهتر کنیم. توی 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت چقدر کالری مصرف میشه میسوزونه طناب زدن، چند بار میشه پرید توی 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت. همه اینا رو با هم تست میکنیم توی ویدیوهای دیگه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.